السلام علیکم. ناملای شیرین سخن، توی کردن ثواب است یا مولود؟ بعضا آدمان میگویند که مولود درست نیست. با سوال من جواب گردانید. معرکه کدامش که خالی از منکرات شرعی باشد همونش درست. مولود نادرست گفتگی آدم البته ناحق است، خودش نادرست است. یا رسول اکرم میگوید حدیث های مبارک در کدام اسلام بهتر است ای پیغمبری خدا؟ کدام اسلام بهترین اسلام است؟ پیغمبر چی گفتند؟ افشاء السلام و اطعام الطعام. سلام آشکارا گفتند، یعنی با صدای بلند السلام علیکم، و دویم طعام دادن. اینها بهترین عملهای اسلام هستند. و در مولود دادن طعام است و از همه رکنهای خیلی مهمه که حتی پیغمبر گفتند 4 چیز جهاد در راه خداست که دوی این چیز است: الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. امر معروف و نهی منکر اینها جهاد هستند که در مولود این دو امر چی می شود؟ اجرا می شود. این چی جای غلطش است؟ این جای غلط نداره. لیکن توی کردن ما و شما اگر خالی از عرق نوشی باشد، خالی از رقص و بازی باشد، انشاءالله اونش هم هیچی زلالی ندارد. لیکن وقتی ما و شما مثال یک توده خواهر و اپا و بیگانه ها را جمع میکنیم و با اون مردهایی که مست هستند و دستها را تاو میتند، در گردن زنی تو میزند، در گردن خواهری تو میزند، این صورت مردن توار مردک بهتر است. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن، شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس: جمع 7 926 319 59 61. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، اگر با شما داروهای گیاهی از علفتیار شده به یگان خیمیکات لازم باشد، مرحمت فرمایش دهید. در داروخانه شفافرما دارو برای قریب که همه مشکلی ها هستند. دارو برای درد پا، دست، میون، روماتیسم، بغم درد، فربشیدن، خراب شدن، بقوت کردن مردانگی، برآوردن موی سر و ریش و همچنین برای پراستاتیت هستند. برای خراب شدن و فربشیدن چگونه که گفتیم. صابون ها هستند برای پوست رو، برای ماشین را گم کردن، یعنی که جنجیر رو را، و زوگنوی پست از چوبی میسواک هستند برای سر سیاه کردن، هنی هستند و دیگر رنگ ها هستند. مرحمت برادران عزیز فرمایش ده. همچنین روغن خلبه، سیاه‌دانه و دیگر روغن های طبیعی تازه هم هستند. التماس با سوال من خوب جواب دهید. البته آبها منی میشوند، مدی میشوند، مزی میشوند و برآمدن آب منی که این در حالت مثال شهوت است که وقتی مثال مرد با زن خود خانه‌داری میکند، همون آب منی خارج میشود که بعد خارج شدن او غسل واجب میشود. اگر همین آب منی از حسابی از یک بلندی میگه به پایان، مثال وقتی آدم می افتد یا اینکه یک باری وزبین در پشت بار کند، گاه همین آب منی هم خارج می شود. به سبب این میگوید غسل واجب نمی شود. فقط غسل به برآمدن آب منی در حالت شهوت برآمده باشد، این صورت غسل واجب می شود. لیکن مدی و مزیج بسیارتر بعد پیشاب کردن مثال بیرون می شود که اینها چی است؟ اینها شکننده طهارت هستند. اگر در حالت مثال طهارت داشتی و همین مزی و مدی برآمد، این صورت هم طهارت را میشکند. و اینها چی هستند؟ همش بی نماز هستند. همش در بدن شما که اگر افتید
بدن شما را به نماز میکنن، باید که شما اونها را شسته تازه کنید. السلام علیکم داملای شیرین سخن. آیا آدم دیوانه را در قیامت پرسش میکنن یا نه؟ نه، پرسش نمیکنن. آدمی که اگر عمرن تماما از مادرزاد تا به آخر حیات دیوانه باشد، اینها را در روز قیامت اینا مکلف نیستند. از این خاطر اینها را در روز قیامت هیچ سوال و جوابی نمیکنن. السلام علیکم داملای عزیز. در مسجدی که نماز جمعه خوانده نمی شود، نماز عید را خواندن ممکن است؟ مسجد ما 5 وقته است و در آنجا نماز عید را میخوانیم. نه، جایز نمی شود. در نماز جمعه فقط نماز عید بخوانید. در نمازهای 5 وقته، نمازهای جمعه و مثال نمازهای عید فقط می شود که به قرار مفتیات، اگر شما مثال دستور داشته باشین، اجازت نامه داشته باشین، میتونین که بخونین. این طریق از پیش خود خواندن نمیتونین. السلام علیکم داملای محترم حاجی میرزا، از شما خواهش میکنم که به سوال من جواب دهید. ما هر روز شاهد آن میشویم که در ماشینه‌های سبکرو کاسیته‌های امر معروف و تلاوت‌های آیات کلامی ربانی را گوش میکنند و آیا ما اکثریت مردم که از سجده تلاوت بیخبریم؟ مثلا در سوره اقرا جای سجده تلاوت دارد، ما چیکار کنیم؟ از شما حاجی محترم خواهش میکنم که در همین مسئله روشنی اندازید. یعنی سجده تلاوت در اصل مثال مردم ما و شما درک ندارد، در 14 جای قرآن سجده تلاوت است. یعنی وقتی که همین 14 جای قرآن سجده تلاوت دارد، وقتی همین آیات ها تلاوت میشوند، باید که ما چیکار کنیم؟ بعد شنیدن همین آیت سجده تلاوت، یعنی آیت بگیم همون سجده، باید که 2 سجده را انجام دهیم. از این خاطر در ماشین ها وقتی که کاسیت ها را که گوش میکنین، مثلا سوره اقرا در آیت سجده است، با شنیدن کاسیت سجده واجب نمی شود. فهمیدین؟ بس شنیدن از کاسیت اگر آیت سجده خوانده شود، این در واجب نمی شود. فقط در حالتی که از آدمی همین بگیم زنده در پیش شد یا در داخل نماز باشد، آیت سجده را خواند، برای آدم خارجی نماز هم واجب می شود. سوال ها را مختصرا جواب میگیم، برای که سوال خیلی زیاد است، چی در خانه و چی در پیش ما. السلام علیکم داملای عزیز. مادر من سینش به 45 رسیده است اما نماز نمیخواند. من مادرم را میگویم که نماز خوان، او میگوید که سوره ها را از یاد کرده نمیتوانم. اگر رفته را در نزد دفتر را در جای نماز ماند و از روی دفتر خواند، نمازش درست است یا نه؟ و اگر صاف نخواند، نماز خوانده خودی من که پسری او هستم در نزد خداوند قبول و در نامه اعمالم نوشته می شود یا نه؟ التماس داملای عزیز جواب درستی دهید. یعنی نماز شخصی که مادرش پدرش نماز نمیخواند، فرزند نماز خوانند، نمازش البته در نامه اعمالش ثوابش نویسنده می شود و همچون نماز خوان در پیش خداوند محشر یعنی محشور می گردد. یعنی این نماز خواندن ما و شما به نماز خواندن پدر و مادر هیچ دخالتی ندارد. از این خاطر وقتی که دفتر اگر بگذارد در پیش از بالای اون نماز خوانده بتواند، اینم جایز است. یعنی جایز است که در پیش دفتر مانده و نماز خواند، از او یکی نماز نمیخواند، این البته ثوابش زیادتر است. السلام علیکم حاجی میرزا. روزی می شود که من از کار دیر می آیم، تا نماز شام نزدیک شد آبی گرم نیست، تا آب گرم میکنم وقتی نماز میگذرد، با آب خنک درست است؟ بعضی روز می شود البته درست است. با آب خنک هم شما طهارت کرده می توانید، لیکن در حالت آب خنک استفادهش درست نمی شود که اگر شما مریض شوید. از حساب آب خنک اگر در وجود شما زلال و نقصان پیدا شود، این صورت آب خنک ترک کنین و تیمم کرده نماز بخوانید. اگر شرایط آب گرم قطعی مثال یگان زلال در وجود شما پیدا نشود، بعد با آب گرم چیکار میکنین؟ طهارت میکنین، نماز خواندن میگیرین. السلام علیکم داملای شیرین سخن. با همین سوال من جواب گردانید. میگویند که در خانه صورت گرفتن اوبال است، راست است یا دروغ؟ 10 بار ما تاکید کردیم که صورت گرفتن اگر بی عذر باشد، یعنی نه برای مثال پاسپورت و نه برای شهادتنامه و نه یک مثال قصد سفر و دیگر، اینها حالتهای ضرورت هستند. اگر در این حالتها شما صورت بگیریم با که ندارد، لیکن اینش رفیق ما، اینش مثال طلبه ما گفته قطعی اینا صورت میگیره، اینش در نزد خداوند شما گناهگار میشید.
زیرا که خودش یک اسراف است، هیچ معنی هم نداره. نه در خانه صورت بگیرید نه در بیرون خانه صورت بگیرید، نه در خانه هاتون صورت ها را کشال کنید. امروز خانه همی کدام مسلمانی که میدروی حاضر البته صورت هست. تمام نمودی صورت چی در حمامای ما و شما و چی در پرهای دیوال ما و شما کشال هستند. امروز را اکتفا نکردند با بعض مثال جوانهایی که علاقه صاحب دولت شدند، رفته مثال در شهرهای با از کلاب ما و شما بیرون در قالین ها همون صورت ها را مثال میزنند گرفته میارند. این چی معنی دارد آخه؟ هیچ معنی ندارد. سوال آخران میخونیم، وقت هست. السلام علیکم داملای شیرین سخن، خداوند علم شما را از اینم دیده زیادر گرداند. من یک چند سوال دارم، التماس با پرگی جواب گویید. دیوس چیست و کدام نمود آدم ها را دیوس گفتن ممکن است؟ وقتی که آدم از دنیا میگذرد طبق میگردانند، این کار در اسلام است یا نه؟ زیرا اکثر آدمان مرده را در همین وقت میگویند که پول بیار مادرت پدرت یا برادرت را آبرو کنی. یعنی دیوس ما با شما خبر دادیم دیوس کی هست؟ کسی که غیرت در خانه خودش ندارد. یعنی وقتی که سخنش در زنش نمیگذرد در دخترش نمیگذرد این دیوس میگن در اسلام. لیکن آدمی که مثال طبق میگردانیم مثال دوره میکنیم، در اصل مثال اینها نه در آیت نه در احادیث های پیغمبر است که ما و شما دوره میکنیم برای مرده ها. لیکن برای مرده ها فقط در مسئله همین ذکر می شود که هر یک نمازی که از همون انسان در حالتی که یعنی دیگر قدرت خواندنش نداشت از او اگر فوت شده باشد مقدار 2 کیلو گندم برای هر یک نمازش جدا میکنیم، یک آدم مستحق میتیم، خداوند به سبب همون 2 کیلو گندم دادگی همون نماز از بنده میبخشد. لیکن در حالت اون بنده قضا کرده باشد که دیگر در حالت خودش نیست، یعنی دیگر هوش ندارد، جانش هست لیکن تماما در اختیار خودش نیست، این حالت دا چیکار کرده میتونیم؟ این حالت دا میتونیم که در هر یک نماز ممکن 5 نماز ممکن 10 نماز اگر همون آدم در حالت بیهوشی باشد جمع میکنیم، هر یک نماز شد 2 کیلو گندم در دست یک آدم مستحق میتیم، خلاص. اینه که مثال بخشیدم قبول کردی، بخشیدیم قبول کردی، خیلی میگیم چی معنی نداره. حتی مثال میگیم یک آدمی که در عمرش نماز نخوانده است میگیم بعضی را قضا کرده است و بعضی را ادا کرده است. در اصل ما دروغ گفتیم و ادا نکرده است. اکنون که ندای پرصدای ارجعی الی ربک راضیه مرضیه به گوش این بیچاره رسیده است، به سبب موت از ادای آن عاجز آمده است. از این خاطر اینا از اسلام نیستند. کسی که اگر در حق پدر و مادرش میخواهد که مثال فدیه صوم صلات دهد، این است که اگر هم پدرش در حالتهای بیماریه که در اختیار خودش نبود نماز ترک کرده باشد، انا این حالت ما حساب میکنیم 2 کیلو گندم سر هر یک نمازش میدهیم، انشاءالله خداوند اون نمازها را میبخشد. السلام علیکم دولای محترم، از شما اول بخشش و بعدم پرسش. من 5 سال شد که نشأه میکشم لیکن 5 وقته نماز را میخوانم، آیا روا هست یا نه؟ با همین را میفهموندی. البته مثال وقتی که انسانی که نماز میخواند باز نشأه میکشد، نماز میخواند عرق مینوشد، نماز میخواند زنا میکند، این معنای چی را دارد؟ این معنای مسخره کردن با دین خداست، مسخره کردن است. از این خاطر اینها در نزد خدا این نماز و این عبادتش هیچ قدر قیمت ندارد، اینا در نزد خدا قبول هم نمی شود. نماز کسری صدق و صفا نیست اگر در کعبه بگذاری روا نیست. همین نمازی که اگر ای صدق نباشد، نمازی که از پاکیزگی و از تحت دل نباشد، اگر شاعر میگه در کعبه که بخوانش خدا قبولش نمیکنه. از این خاطر کسی که نماز میخواند، کسی که راه اسلام برای خودش اختیار کرده است، با تمام آن چیزی که از این گر تو میخواهی مسلمان زیستن نیست ممکن جز به قرآن زیستن. اگر میفارد همین عنوان مسلمانی را چی در دنیا تو را مسلمان میگن چی در آخرت،
چیکار کن؟ از همین قانون قرآن بیرون نشو. قرآن نه شرم حرام گفته است، عرق هم حرام گفته است، زنا هم حرام گفته است. از این خاطر وقتی تو در حرام خدا میدروی باز عبادت میکنی، این هیچ معنی ندارد. اینجا دو سوال بسیار بحث طلبند. انشاءالله اینها را در باب تقدیر یک برادر سوال کرده است. اینجا دو کس سوال دادن در باب تقدیر. انشاءالله خیلی بعداً این سوال ها را میخونیم و باب تقدیر را با شما بحث میکنیم. سوال آخران را میخونیم. السلام علیکم بابای داملا، سوال: برای چی قرآن ها از یکدیگر از تشدید زیر زبر فرق میکنند؟ من قرآن را میخونم، در یک تاش میشاء و در دیگرش میشاء، من یشاء و میشاء نوشته است. آیا کدام اینها درستند؟ قرآن ها غلط نیستند، قرآن ها درستند، لیکن فهمیش همین برادر خودش غلط است. همین برادری که مثال میگه در یک تاش من یشاء، در یک دیگرش من یشاء آمده است. در اصل برای قرآن خواندن باید تجوید خواندن در کار. اگر کدام شما تجوید نمیخوانین، یعنی تجوید یگانه کتابی هست که شما را راه درست قرآن نشان میده. همین من یشاء، همین جا همین نون برای چی من یشاء می شود؟ برای 4 حرفی است: یا و میم و نون و واو. بعد نون ساکن اگر همینها آمدن، هر آینه نون پرتافته می شود و در این حرفا داخل کرده می شود. یعنی من یشاء، درستش من یشاء می شود. اگر تو تجوید می خواندی این سوال البته از ما نمی کردی. برای همین قرآن اینش از اینش فرق دارد. همین سخنها را پرتایم. همین در مردم کلاب ما و شماست که نه این کتاب این خیل میگد، این کتاب این خیل میگد. نه، کتابا همه درست، همه صحیح، مگر مردم خودش غلط هستند، مردم خودش نمیفهمند. بابای حاجی التماس یک جمعه را درباره چگونگی عذاب گور و پول صراط و سوالهای منکر و نکیر نقل میکردید. ممکن تسلای دل من زیادتر و خوبتر میشد. ما در این بابا صحبت داشتیم. میگویند که حضرت امام مسکره جان پسر حضرت علی است. آیا این درست است یا نه؟ برای ما و شما بدن همین حضرت عسکری است، مسکری است، همینا را فهمیدن هیچ حاجت نیست. بچه علی است یا بچه حضرت عثمان است، چی لازم ما و شما ده؟ اگر چنده که را مسکری جان نمیگن، عسکری جان میگویند. اینا مرقد چون در اینجا نیست. نه اینش، نه مثال حضرت سلطانش، اینا در جنگ حضرت علی کشته شدگیند. وقتی با معاویه جنگ میکنن، همین حضرت سلطان ویس قرنی در همون جنگ کشته میشود از پشت حضرت علی. اینا مرقداشون نیست، با حدیث های صحیح هست. برای همین ایرا عسکری جان میگن که نبیرای حضرت علی هست. لیکن دانستنش با ما و شما هیچ شرطی ندارد. بارانی که روز قیامت میبارد میگویند که مثل نطفه بر این است. این نطفه چیست و باران چگونه میریزد؟ ما اینا را صحبت کرده بودیم که این یکی از نشانه های قیامت است که تمام مردم وقتی که از دنیا میگذرند، یعنی دنیا که وقتی تمام میشود، خداوند از آسمان 40 روز آب منی میبارد. همین آب منی نطفه‌ای که از مرد جدا میشود، همین خداوند مثل بارش میریزد که همینها در تمام استخوان و جسدی که در زمین هست تأثیر میکند و از همین نشأ نما یافته چیکار میکنند؟ میسبزند و نزد خدا حاضر میشوند. ساعت دعوت سر شد. از جای خود خیز، بالای کوی صفا برآ. اولین دعوتی که مردم به سوی خدا میکنی، از خویش و تبارت سر کن. به خویش تبار فرمان بده که بس بت پرستی، بس به خدا یگانه رجوع کنند. پیغمبر ما و شما که اطاعت کننده بودند، بالای کوی صفا برآمدند، با آواز بلند فریاد زدند: ای بنی فهد، ای بنی هاشیم، ای بنی عبدالمطلب، ای بنی عدی. اینا اولادهای بودند که در اطراف پیغمبر خدا اولادهای پیغمبر بودند. اینها را فریاد زد. همه اینها میگن نزد همون کوی صفا حاضر شدند. پیغمبر خدا گفت:
اگر من بر شما خبر دهم که در پس کوی صفا یک لشکر دشمن آماده هجوم بر همین ملک ما دارد، باور میکنید؟ گفتم بله ای محمد، ما از تو باور داریم، زیرا لقب تو محمد الامین است، تو باری هم دروغ نگفته ای، سخن تو هم حقیقتی دارد. گفتند امروز من بر شما از عذاب سخت خدا خبر میدهم که خداوند بر من سپارش داد تا که از ترس او، از عذاب او بر خویش و تبار خود خبر دهم. آیا باور میکنید؟ مفسران میگویند اگر چندی که خویش و تبارش باورم که نکردن، لیکن هیچ مقابلیت نشان ندادند، بلکه از بین اینها ابو لهب که عمک پیغمبر بود از جای خود میگه راست شد و گفت تبا لک یا محمد، هلاک شوی تو ای محمد، الهذا جمعتنا هذا اليوم، همین فیراد تو، همین ساعتهای جمع کردن تو با همین مقصد بود؟ بعضی مفسران میگوید سنگ را هم حواله کردند. این اولین اذیت و اولین سرزنش پیغمبر خدا از طرفی کی بود؟ از طرف عمکش ابو لهب بود. این سوره مبارکه را تبت هم میگویند مفسران، سوره مسد هم میگویند، سوره لهب هم میگویند. ابو لهب از همان رو سر کرده پیوسته در آزار محمد بود صلی الله علیه و سلم. ابو طارق محاربی هم در تفسیر میگوید روز در بازار ذوالمجاز بودم، یک جوان را دیدم خیلی زیبا بود، مردم را میگفت که اگر کسی که بگوید لا اله الا الله محمد رسول الله وی وارد جنت می شود. و از پس یو نگاه کردم، یک مردی خیلی درشت رو بود و درشت سخن بود، با سنگ از پس این جوان میزد و میگفت که سخن این دروغ است، این باور نکنید. من از صاحبان بازار پرسیدم این جوان کیست و این پیرمرد کیست؟ گفتند این محمد است که دعوای پیغمبری دارد و این عمک محمد ابو لهب است که وی را تکذیب میکند که محمد دروغ میگوید. همین ابو لهب این وقتی که جواب رسول اکرم را با این جواب داد که هلاک شوی تو ای محمد و سنگ پرتاب، خداوند همین سوره را چیکار کرد؟ نازل کرد. تبت یدا ابی لهبی و تب، هلاک باد هر دو دست ابو لهب و هلاک شد. هر دو دست، مفسران میگویند مقصد از هر دو دست این همون جنس ابو لهب در نظر است، یعنی هلاک باد ابو لهب که عاقبت هلاک شد. تبت یدا ابی لهبی و تب ما اغنى عنه ماله و ما کسب. این ابو لهب مفسران میگن خیلی آدم ثروتمند بود، بسیار آدم بدولت بود. ابو لهب این کنیتش است، خودش عبدالعزا نام داشت، کنیتش ابن عتیبه بود. این عبدالعزا، عزا گفته یک بوت هم میگن، همین هیکل هایی که در ما و شماست همون هیکل ها در اون زمان ها بود که خودش را این عبدالعزا گذاشت به معنای که یعنی بنده عزا هستم، من بنده همون بوت هستم. ابو لهب از خاطر آن میگفتن که میگه چهرش بسیار سرخ بود، چشمهاش سرخ بود. در عربه ها هم آتش شعله‌ور را لهب میگویند، یعنی چهره سرخ که داشت با این معنا کنیت ابو لهب گذاشتند. تبت یدا ابی لهبی و تب ما اغنى عنه ماله و ما کسب. مفسران میگویند بسیار با دولت که بود تکیه کرد که همین دولت و همین سهولت من مرا نجات میدهد، هر مشکلاتی که به سر من بیاید با این پول میتوانم که من از مشکلات چکار کنم؟ خارج شوم. لیکن خدا میگوید که این مال و ثروت ابو لهب
به ابولهب هیچ فایده نه آورد. البته این به یک ابولهب تنها نه، بلکه به تمام آن ثروتمندهایی که مغرور میشوند، پول دارند، مال دارند، اونا هم اگر مغروری را پیشه خود کنند، خداشناسی را یک طرف بگذارند، فکر کنند که همین پول مرا در دنیا و در آخرت سربلند میکند، نه، این خطا است. ما اغنى عنه ماله و ما کسب سیصلی نارا ذات لهب. خدا میگه زود است که این ابولهب در آتش شعله‌ور داخل می شود. سیصلی نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. خداوند میگوید که زن این ابولهب ام جمیل بود، این دختر حرب و خواهر ابو سفیان بود. این میگه کارش چی بود؟ کارش فقط هیزم چینی بود. هیزم که به منزله که خار میچین و شبها می آورد و از نزد دروازه محمد تا مسجد اون خارها را می پرداخت تا که پیغمبر خدا بالای این خارها حرکت کند و مسجد بیاید آزار بکشد. کار ام جمیل زن ابولهب این بود، یعنی زن و شوهر هر دو شب و روز در پی آزار رسول اکرم بود. فی جیدها حبل من مسد. و همین زن ابولهب خداوند میگه در گردنش یک گردنبند داشت از لیف خرما. سه فرزند داشتند: عتیبه، عتبه و معتب. دو بچه همین ابولهب داماد محمد بودند. دو بچه همین ابولهب، یکی عتیبه دیگرش عتب. عتیبهش ام گلثوم گرفتگی بود و عتبهش باشد رقیه را در نکاح خودش داشت. وقتی که این سوره نازل شد و رسول اکرم این سوره را در بین مردم که زمزمه کردن خواندند، چی ابولهب و چی زنی او ام جمیله به نهایت غمگین شدند و به نهایت یک غضب کلانی در آنها پیدا شد. و ابولهب گفت، عتیبه گفت و عتبه گفت: شما فرزندان من هستید. امروز دیدین که محمد برای من چی میگوید. اگر شما بخواهین که بین ما و شما پدری و فرزندی ما و شما بریده نشود، دخترهای محمد را طلاق کنید. میگوید این عتیبهش بسیار بدبخت بود و میگد ام گلثوم پیش انداخت و به خانه محمد آمد تا که دختر رسول اکرم را طلاق دهد. آمد میگد نزد رسول اکرم و آیت اذا نجم هوا را انکار کرد و گفت این سوره هایی که به تو می آید همه اینا باطل هستند، همه این سحر هستند، همه این جادو هستند و این دختری که داری گلثوم این ما از همین روز اعتبارا طلاقش کردم. و با این میگه اکتفا نکرد، مفسرای قرآن میگه چیکار کرد، بلکه میگه در دهان خودش میگه یک مقدار توفی را جمع کرد و به بالای پیغمبر خدا میگه توف انداخت. مفسرای قرآن میگوید که این توف غلیظ این بدبخت میگه به چهره پیغمبر نرسید، لکن این اعمال زیشت، این عمل زیشت میگه از این عتیبه صادر شد. در اصل کسی که نداند که این پیغمبر خدا کیست، چی میداند که این در نزد خدا چی قدر دارد، چی قیمت دارد، چی میداند که روز قیامت یگانه نفری هست که بیرق شفاعت در دست او داده می شود. نداند هیچ سنگ قدر گوهر، حضرت مولوی میگوید نداند هیچ سنگ قدر گوهر، کجا ظلمت شناسد قدر انور. سنگ از سنگ گوهر چی درک دارد؟ تاریکی از روشنی چی درک دارد؟ نداند هیچ سنگ قدر گوهر، نداند قدر ظلمت قدر انور. و بیدردان ز درد دل چی گویی، شکر از حاصل خنجر چی جویی.
عاقبت میگه توف کردن و پس گشتن. رسول اکرم بسیار غضبناک شدند و میگه دست برداشتن گفتن اللهم سلط علیه کلبا من کلابک. پروردگارا اگر من در نزد تو یک ذره قدر داشته باشم با این مرد غلیظ، با این مرد بدکار، خدایا سگ از سگهای دربار خودت را مسلط بگردان. یک دعای بد در حقش کردند. و همان روز میگد این عتیبه با همراه پدر خود ابولهب به سوی دولت سوریه میگد سفر داشتند با نیت تجارت. و عتیبه میگد سخن پیغمبر را به پدرشان رسانیدند. پدرش گفت من از دعای بد این میترسم. وقتی به یک بیابان رسیدند در حال میگه عسکر زیاد جمع کردند و در اطراف همین بچهش میگه خواباندند، شترها را جمع کردند. گفتند که شاید که همین دعای محمد تأثیر کند، شاید یگان ضلال بر همین فرزند من برسد. میگه یک قسم شب گذشته بود که یک مفسرای قرآن میگوید شعر میگه از شعرهای خدا میگه بالای اشترها حرکت میکرد. اشتر میگه در جای خودش قرار بود، دم نمیزد، بو میکشید، هر نفر بو میکشید. میگه بناگاه همون راست عتیبه آمد، همون کسی که به چهره پیغمبر توف انداخته بودند و میگه زمانی میگه هجوم به بالای او کردن و او را دراندن و نابود شدند. البته هر کسی که با دوستان خدا، با پیغمبرهای خدا، با دین خدا وقتی که مقابلیت نشان میدهد عاقبتش همین است. این گونه آزارها از جانب ابولهب و پیغمبر خدا رسید. حتی وفات چند مفسران میگویند که وقتی که میگه شکست جنگ بدر به گوش ابولهب رسید که در جنگ بدر این مشرکان عرب شکست خوردن، بسیار غمگین شد میگه و به کسلی آبله میگه گرفتار شدند. این کسله میگه چنان کسلی بود که هیچ کس به او باید نزدیک نشود، یعنی سرایت کننده بود. 7 روز میگه در همون خانه خودش باقی ماند. عاقبت طبیب ها گفتند که به این نزدیک نشوین که در وجود همه شما این کسل میگذرد و از دور میگه با واسطه همین چوب های دراز تله کرده میگه از مکه مکرمه بیرونش کردن و یک چاه کندن، در همون چاه پرتافتن و بالاش خاک پرتافتن. همچنان میگه این دشمنی خدا از دنیا گذشتن. این یک طریق مختصر همین تفسیر سوره مسد است. السلام علیکم داملای خوب و مهربان. داملای عزیز، از شما و از همه داملاها بخشش میخواهم و سوالی دارم و التماس این را خوانید، زیرا جوابش برای چندین نفر لازم است و مورد بحث قرار دارد. آیا برای داملا داشتن تلفن دستی و ماشین خارجی درست است؟ کدام برادری البته همون تلفن ما را دیده است، همین سوال کرد است که برای داملا تلفن دستی و های ماشین خارجیش که نیست، ماشین خارجی داشتن درست است یا نه؟ پیغمبر خدا میگوید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم احسنوا لباسکم و اصلحوا رحالکم. پیغمبر خدا میگوید اگر در شما شرایط نو کردن لباس باشد، لباس هاتون نو کنید. اگر در شما شرایط نو کردن چیزهای سواره باشد، چیزهای سوارتون رنگ و برنگ کنید. این حدیث پیغمبر خداست. از این خاطر معنای او را ندارد که وقتی که آدم ملا شد باید که از تمام این تلفن و ماشین و لباس زیبا محروم باشد. نه، بلکه این خاص برای همه ما و شماست که کدام ما و شما اگر ذره شرایط لباسی نو کردن داریم یا مثال خریدن یگان سواره داشته باشیم، باید که سواره نو هم خریم، لباسی نو هم بپوشیم. اینا یگان جای عیب و جای گناهش نیست. برای همین این عقیده که باید که مثال داملا از اینها محروم باشد، اینا عقیده های غلط هستند. اگر مثال برای داملا که جایز نباشد، برای شما هم جایز نیست.
домло мисол хоса ягон джинсаш аз ягон оташу аз ягон мисол бигем аз ягон моддаи дигар нест. инам инсон ҳастанд. барои ҳамин он чизое ки дар давраҳои пайғамбар буданд онҳоро дар ин замонаи мо ва шумо истифода кардан надорад, шароитш нест, маънӣ надорад. дар давраҳои пайғамбари худо мегӯяд, яъне чунон шахсоне буданд ки ҳамин пӯстакҳое ки мо ва шумо дар зери по мепартоем ҳаминҳо либосшон буд. кани кадоми шумо ҳамуна пӯшида метавонед? наметавонед. дар давраҳои ҳатто пайғамбари худо асп доштанд. ҳамон рӯз беҳтарини чизи савора асп буд. пайғамбари худо асп доштанд, аспа савор мешиданд. агар ман фикр мекунам ки ҳамин мошинҳои беҳтарине ки алҳол ҳаст ҳамино дар замонои пайғамбар мешуд, ҳар оина пайғамбар дар ҳамино савор мешуд. ин гуноҳи нест пайғамбари худо вақте ки агар дар як мошини беҳтарин бинишинад, ин ҷои гуноҳш нест. охир ё мо ва шумо беҳтарини либоса бупӯшем. фақат беҳтарини либос пӯшидану телефон доштану мошин доштан сабаби такаббурию мағрурӣ мо ва шумо нашавад. ман мошин дорам, ман телефон дорам гуфтаву баъд сара баланд кунему дигар ягон одама саломам надиҳему парвои ҳеҷ кас накунем, инш дар назди худованд хуб нест. бозами ин қадар неъматҳои дошта бояд ки боз чӣ бошем? одами оддӣ бошем, хоксор бошем, бо ҳама муомилаи хуб дошта бошем. ассалому алайкум. домлои ширин сухан. дар маҳаллаи мо як мулло имом буд. ӯ ба мо фаҳмонда буд ки намозро қазо хондан гунаҳгор аст. албатта дар мазҳаби абу ҳанифа хондани намози қазо ин воҷиб аст. дар мо ва шумо агар намозҳои қазо бошад, яъне намозҳои қазо дорем, мо ба ҳеҷ мулло кор надорем. кадом мулло қазора ин кор мекунад, фарша ин кор мекунад, мо ба ҳеҷ кас коре надорем. лекин кадоми шумо агар мехоҳем ки масъалаи асли абу ҳанифара ба шумо огоҳ кунанд, марҳамат ба мо муроҷиат кунед. зеро алҳамдулилло имрӯз дар назди мо тамоми он фиққи ҳанафӣ ки иборат сар ба сар ояти қуръону аҳодисҳои пайғамбар аст мавҷуд аст. метавонем ки мисол муроҷиат кунем. намози қазоро агар шумо нахонед, шумо дар назди худо гунаҳгор ҳастед. намозҳои қазотона бихонед. ибодат аст. ибодат кардан чӣ ҷои гунаҳгорӣ дорад? ҳолон ки пайғамбари худоро ҷанги ҳандақа агар ҳамун мулло медонист, 4 намоза пайғамбари худо қазо кардан. яки намози аср буд, намози шом буд, намози хуфтан буд, витр буд. лекин чикор кардан? ин ҳадиси пайғамбари худост ки ровиш ибни масъуд аст. кана нисфа лайл. ибни масъуд мегӯяд ними шаб шуд. фақома расулуллоҳи саллаллоҳу алайҳи васаллам. пайғамбар аз ҷои худ хистанд. фабадаа биддуҳри фасаллаҳа сумма аласр сумма алмағриб сумма алишо. пайғамбари худо хистанд ва аввалан аз намози пешин сар карданд. намози пешина хонданд, намози асра хонданд, намози хуфтана шом хуфтана хонданд, баъдан намози витра хонданд. агар лозим ки намешуд намози қазо мегуфтанд хай тамом худо бахшидаш. ё дар лайлату таърис ҳам пайғамбари худо намози бомдода як бо ҳамроҳии ҳам суннату ҳам фарзш хонданд. барои ҳамин кадоме ки шумо агар намозҳои қазо дошта бошед, намозҳои қазоро бихонед. ба меди фатво ҳеҷ кас нашед. ассалому алайкум. домлои азиз, савол: дар намозҳои вақтӣ баъд аз сураи фотиҳа 2 ё 3 ё аз ин зиёда сура бихонӣ намоз дуруст мешавад? агар дар як рукъат намоз чунин бихонӣ, мисол дар рукъати фарз ё суннати намози бомдод баъди сураи фотиҳа сураи кавсар, кофирун, наср ва ихлос ва монанди инҳо хонда шавад, дуруст аст? гунаҳгорам дуо кунед. яъне мақсад ин бародар ин аст ки мисол мо ва шумо алҳол намози ҷумъа мехонем 2 рукъат. баъди сураи фотиҳаро хондан шумо метонед ки сураи фил алам тара кайфа фаъала раббука би асҳобил фил хонден, бо ҳамин саҷда кунед, намозтон дуруст мешавад. яъне ба як зами сура ҳам намоз дуруст мешавад. лекин агар шумо хоҳиштон бошад баъди сураи наср
مثال سوره قریش لإیلاف قریشین میاد، این را ضم کنین. بعدی سوره ماعون میاد ارایت الذی یکذب بالدین، این را ضم کنین. یعنی میتونین در یک رکعت 4-5 سوره را بعد سوره فاتحه بخونین. این با که نداره، زلال نداره. اگر شما به شرطی که تنها گذار باشین و وزنینی به قوم نیاید، زیرا پیغمبر خدا میگه اذا اما احدکم الناس فلیخفف، وقتی که شما ملا شدین، پیشوای مردم شدین، نماز مردم خواندنی که شدین، فلیخفف، نماز سبک بخونید. فإن فیهم الصغیر والکبیر والضعیف وذوالحاجه، زیرا اینه که در این جمعیت شما موی سفیداست، گفت پیغمبر، کسلی هاست، آدم های سراستیمه هستند، صاحب حاجت ها هستند، از این خاطر نماز سبک بخونید. یکی تنها گذار باشی، مرحمت کدام چند سوره را که از پس فاتحه میخونی، این حقی توست. السلام علیکم داملای شیرین سخن، از شما احترامانه خواهش میکنم که به سوال من جواب درست دهید. اگر نماز پیشین قضا شود، بعد از نماز عصر و پیش از نماز شام خواندنش درست است یا نه؟ التماس جواب درست دهید. یعنی بین عصر و شام فقط خواندن تحیه مسجد که اینها در نافله میدرویند، خواندن شکر وضو، خواندن 2 رکعت برای ارواحها، اینها بین عصر و شام جایز نیست، مکروه هستند. لیکن در شرح الوقایه، شرح مختصر چی میگوید؟ جایز است نماز قضایی را خواندن. نماز قضایی این حکم واجب دارد، برای همین بین عصر و شام شما میتونید که نمازهای قضایی تون بخونید، چی همروزه باشد چی پیشینش باشد، با که ندارد. السلام علیکم ناملای شیرین سخن، توی کردن ثواب است یا مولود؟ بعضا آدمان میگویند که مولود درست نیست، با سوال من جواب گردانید. معرکه کدامش که خالی از منکرات شرعی باشد همونش درست. مولود نادرست گفتگی آدم البته ناحق است، خودش نادرست است. یا رسول اکرم میگوید حدیث های مبارک در کدام اسلام بهتر است؟ ای پیغمبر خدا، کدام اسلام بهترین اسلام است؟ پیغمبر چی گفتند؟ افشاء السلام و اطعام الطعام، سلام آشکارا گفتند، یعنی با صدای بلند السلام علیکم، و دویم طعام دادن، اینها بهترین عملهای اسلام هستند. و در مولود دادن طعام است و از همه رکنهای خیلی مهمی که حتی پیغمبر گفتند 4 چیز جهاد در راه خداست، که دوی این چیز است الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. امر معروف و نهی منکر اینها جهاد هستند که در مولود این 2 امر چی می شود؟ اجرا می شود. این چی جای غلطش است؟ این جای غلط نداره. لیکن توی کردن ما و شما اگر خالی از عرق نوشی باشد، خالی از رقص و بازی باشد، انشاءالله اونش هم هیچی زلالی ندارد. لیکن وقتی ما و شما مثال یک توده خواهر و اپا و بیگانه ها را جمع میکنیم و با اون مردهایی که مست هستند و دستها را تاو میتند، در گردن زنی تو میزند، در گردن خواهری تو میزند، این صورت مردن توار مردک بهتر است. مردن بهتر است. وقتی زنی تو و خواهری تو با یک مردی مست الست رقص میکند و تو چشمهات کشاده و تماشا داری، این مردی نیست، این ایمانداری، این دیوسی است، اینش ناجایز. لیکن اگر با همین یک موسیقی اگر انجام بیابد خالی از حرام کرده های دیگر خدا باشد، با که ندارد مرحمت. السلام علیکم داملای عزیز، من مخلص شما هستم و از شما خواهش دارم به سوال من با پررگی جواب دهید. آیا با خانه حرام قسم خوردن به نکاح یگان ضرر دارد؟ البته. کسی میگوید که خانم حرام که من همین کار نکردم، در اصل کرد است، خانهش حرام می شود. این قسم قد شما هیچ وقت قسم نخورین که اینم یکی از واقع شدن طلاق ها هست. وقتی شما اگر قسم خوردین در حال .
من به شما یک سوال دارم. من در کتاب وصیت‌نامه پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم خواندم که دوست داشته ترین بنده خدا بنده است که این دعا را میخواند: ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. میخواستم این را پرتر بر من میفهموندید. با احترام یکی از مخلصان اشهدی، شما استاد عزیز. یعنی این دعای هست که معناش چنین است که پروردگارا من بر نفس خودم ظلم کردم و به جز ذات تو دیگر هیچ کس گناه مرا بخشیده نمیتواند. خدای گناه مرا ببخش. این بهترین دعاست. اگر کدام ما و شما خداوند میگوید من دعا را دوست میدارم، وقتی همین بنده دستش پهن میکند من دوست میدارم که دعای او را قبول بسازم. از این خاطر وقتی ما پهن میکنیم دعا را میگیم پروردگارا ما امروزها هر یک ثانیه و هر یک دقیقه ما با گناه سپری شده ایستاده است. خدایا با صفت ستاری و غفاری خودت گناههای ما را مغفرت بساز. هم دعای ما و شما را خدا قبول میسازد و هم ما البته بنده دوست داشته ترین به سوی خدا میگردیم. خوش به حال آن کسی که از گناهاش پشیمان میشود و به سوی خدا زاره و تولا میکند، نه مثل بعضی همون کلان سالای ما و شما که 10 ساله و 20 ساله پیش بعد ورق میزنن ای راحت داشتیم ده، ای استراحت داشتیم ده. بعد استراحت چه میفهمی که مثال یا عرق نوشی بود یا که مثال زیناکاری بود یا یگان کار دیگر بود. این استراحتش، این راحتش. این معیشت نه، این بلکه معصیت است. برای اینها باید که آبی چشم کند در کار، افتخار نه. السلام علیکم داملای عزیز، درود و رحمت بر جان شما. اولا کسیته های مگنیتوفونی رو از کجا دسترس کنیم؟ سراغش کجاست؟ سراغش برادر ما جمشید نزد ما نشستگی هست. یعنی در دست همین کس تمام این کسیته های جمعه ما ثبت می شود. و خداوند در امر و جان این برادر جمشید و برادرمان ایرج، فرزندی سردار بازار کلان، یعنی در همین کار بسیار یک سهم کلان گذاشتند. در همین مسجد هم دست یاری دراز کردگیند. خدا اولا اینها را هم عمر دراز و تن صحت دهد. از اینها شما میتونید که این کسیته را دسترس کنید. دویم ابو جهل آیا ابو لهب است؟ ابو جهل این ابو لهب نیست. ابو جهلم مثل ابو لهب کسی بود که فقط و فقط در آزار پیغمبری خدا بودند. عبدالرحمن ابن عوف که یکی از صحابه مشهور است میگد من در صف جنگ بودم، در جنگ بدر، و نگاه کردم در پهلوم دو جوان بود، دو جوانی بسیار میگد سن سالشان یک خرد بود و از مردم مدینه بودند و به سوی من مراجعت کردند که ای عبدالرحمن، ای عمک جان، با همین لفظ میگد مراجعت کرد، ای عمک جان آیا ابو جهل را میشناسی؟ عبدالرحمن میگوید که البته من میشناختم ابو جهل کی بود، زیرا ما همراه او در مکه مکرمه یک جا زندگی میکردیم. گفتم بله میشناسم. گفتم برای ما نشان نمیدهی؟ گفتم مطلب شما چیست؟ گفتن ما آگاه شدیم که این ابو جهل پیغمبر خدا را محمد را بسیار آزار میدهد. قسم به آن ذاتی که جان من و جان این برادرم در دست اوست، اگر ما با ابو جهل رو پرو شویم تا زمان از پیش او پس نمیگردیم که یا کشته شود یا کشته میشویم. با این مطلب به این میدان جنگ آمدیم. حضرت عبدالرحمن میگوید من در حیرت ماندم که اینقدر جوانهای خرد و با غیرت با یک ابو لهبی که خیلی جسد کلان داشت و با او هجوم کردن هر کس قدرت و غیرت نداشت، برای خودش بسیار میگه محافظت میکرد در جنگ. نگاه کردم میگد که این دو جوان میگد وقتی نشان دادم که وای بالای اسب سوار است، انا همون ابو جهل است، میگد نگاه کردم که میدویدن به سوی همون برای ثواب. از جان جوانی خود چکار کردن؟ گذشتن برای خاطر اسلام،
برای خاطر همین اسلامی که الحال ما و شما با اندک مال با همون مردم یهود میفروشیمش، همون جوان حکام میگد با همین کاردها در دست میگد و بسوی همون ابو جهل میدویدن. دوید میگد یکی از اونها این معاذ ابن عمر ابن الجموح بود. میگد وقتی میگه رو پرو شدم نگاه کردم که رو پرو هجوم کردن با ابو جهل هیچ شرایط نداشت، از این خاطر میگه در پای ابو جهل میگه با همون کارد زدم. برابر زدن میگه که این ابو جهل میگه اون بدبخت میگه از بالای اسب میگه در زمین زد و این داده رو میگه یک مقدار دیگه میگه زخمیش کرد که تا حال نمرده بود لیکن قدرت داشت میگه و بالای همون زمین دور میگشت. و فرزند ابو جهل اکرمه نام داشت، در پهلوی میگه ابو جهل بود. این معاذ ابن عمر میگوید من از او فراموش کردم و این فرزندش میگه کارد برداشت و به دست راستی من زد که دست راستی من تماما از همون موضع اساسیش میگه جدا شد. همین زمان بود میگه که نگاه کردیم عبدالله ابن مسعود که خیلی غیرت داشت میگه آمد میگه بالای سر ابو جهل قرار گرفت و ابو جهل میگه به هلاکت رساند. یعنی این ابو جهل این ابو لهب نیست، بلکه این شم یک دشمن سرسخت پیغمبر ما و شما بودن. الحمدلله امروز همش در همون اسفل السافلین در پسترین دوزخ خداوند از روی وعده قرآن عذاب دارند. السلام علیکم بابای حاجی، میبخشید سوالی دارم. من ماشین خریدم، میگویند که پیش از ماشین رو خریدم باید زکاتش رو بدهی. اگر من زکات ماشین رو ندهم چی میشود؟ این ماشین زکات ندارد. مثال کسی که ماشین میخرد معنای او را ندارد که ماشین زکات داشته باشد، بلکه آدمی که با دولت باشد یعنی $800 داشته باشد به حساب حاضره. اگر همین $800 یک سال تغییر نیابد، $800 بماند یا $800 زیاد شود، در گردن این آدم فرض می شود که چکار کند؟ از $800 $16 جدا میکند، در دست یگان آدم مستحق فقیر برده میدهد، این ده ثواب میگیرد. لیکن به خریدن ماشین این چی است؟ در گردن ما و شما زکات واجب نمی شود. سلام بابای حاجی، سوال میگویند که با دختر سر منزل رفتن ممکن نیست. من صاحب 7 دختر می باشم، خداوند به من فرزند بی پسر عطا نمی کند. در این حالت من از دنیا می گذرم. فرزندان من باید بدانند که سر گوری پدرشان در کجا هست. آیا در این حالت دختران من نمی توانند که یکی از آنها سر گوری پدرشان را بینند یا نه؟ یعنی این برادرمان فقط صاحب دختر بوده است و خواهش همین بوده است که دخترهاش بالای منزل پدرشان رفته در حق پدرشان دعا کنند. سر منزل رفتن با حدیث پیغمبر خدا چی برای مرد چی برای زن جایز است، چی برای زن و چی برای مرد جایز است. این حدیث پیغمبر خداست. لیکن فقط با همون لباس‌هایی که خداوند در قرآن فرمایش داده است برای زنها، انا همون لباس اگر در بدن اونها باشد، یعنی سطر اسلامی داشته باشند، میتونن که رفته سر گوری پدر خدا زیارت کنند. لیکن امروز فکر میکنم حاجت به اینم نیست. اگر همون دختری که در ما و شماست از جانب خانه با قدر همون ذره‌ای که دارد اگر خیر احسان میکند یا قرآن میخواند یا دعا کند در حق پدر ببخشد، انشاءالله خدا قبولش میکند. اینش بهترین صورت است از اونی که مثال بالای قبرستان همون زنها رفته دعا و درود میکنند. اگر چنده که در فتوا رفتن زن با طریق سطر اسلامی جایز است. السلام علیکم داملای شیرین سخن، نمازهای سنت 4 رکعت باشد، همه آنها به سوره می آیند؟ البته همین 4 رکعت نمازهایی که سنت هستند هر 4ش به سوره هست، فقط 4 رکعت فرض 2تاش به سوره و 2تاش به سوره است. اگر شما سنت هر 4ش در یکی از اینها اگر زمی سوره نکنین نماز شما فاسد است، از سر بخونید نماز. نمازهای سنت به سوره نمی شود. السلام علیکم داملای عزیز، آب شهوت چند خیل می شود؟
و کدام آن حرامت میکند و کدام آن به نماز میکند؟ التماس با سوال من خوب جواب دهید. البته آبها منی میشوند، مدی میشوند، مزی میشوند. و برآمدن آب منی که این در حالت مثال شهوت است که وقتی مثال مرد با زن خود خانه‌داری میکند همون آب منی خارج میشود که بعد خارج شدن او غسل واجب میشود. اگر همین آب منی از حساب از یک بلندی میگه به پایان، مثال وقتی آدم میافتد یا اینکه یک باری وزبین در پشت بار کند، گاه همین آب منی هم خارج میشود. به سبب این میگوید غسل واجب نمیشود. فقط غسل با برآمدن آب منی در حالت شهوت برآمده باشد، این صورت غسل واجب میشود. لیکن مدی و مزیج بسیارتر بعد پیشاب کردن مثال بیرون میشود که اینها چی است؟ اینها شکننده طهارت هستند. اگر در حالت مثال طهارت داشتی و همین مزی و مدی برآمد، این صورت هم طهارت را میشکند. و اینها چی هستند؟ همش بی نماز هستند. همش در بدن شما که اگر افتید بدن شما را بی نماز میکنند. باید که شما اونها را شسته تازه کنید. السلام علیکم داملای شیرین سخن. آیا آدم دیوانه را در قیامت پرسش میکنند یا نه؟ نه، پرسش نمیکنند. آدمی که اگر عمرن تماما از مادرزاد تا به آخر حیات دیوانه باشد، اینها را در روز قیامت اینا مکلف نیستند. از این خاطر اینها را در روز قیامت هیچ سوال و جوابی نمیکنند. السلام علیکم داملای عزیز. در مسجدی که نماز جمعه خوانده نمی شود، نماز عید را خواندن ممکن است؟ مسجد ما 5 وقته است و در آنجا نماز عید را می‌خوانیم. نه، جایز نمی شود. در نماز جمعه فقط نماز عید بخوانید. در نمازهای 5 وقته، نمازهای جمعه و مثال نمازهای عید فقط می شود که به قرار مفتیات اگر شما مثال دستور داشته باشین، اجازت نامه داشته باشین، میتونین که بخونین. این طریق از پیش خود خواندن نمیتونین. السلام علیکم داملای محترم حاجی میرزا. از شما خواهش میکنم که به سوال من جواب دهید. ما هر روز شاهد آن میشویم که در ماشینه‌های سبکرو کاسیته‌های امر معروف و تلاوت‌های آیات کلامی ربانی را گوش میکنند. و آیا ما اکثریت مردم که از سجده تلاوت بیخبریم؟ مثلا در سوره اقرا جای سجده تلاوت دارد، ما چیکار کنیم؟ از شما حاجی محترم خواهش میکنم که در همین مسئله روشنی اندازید. یعنی سجده تلاوت در اصل مثال مردم ما و شما درک ندارد. در 14 جای قرآن سجده تلاوت است. یعنی وقتی که همین 14 جای قرآن سجده تلاوت دارد، وقتی همین آیات ها تلاوت میشوند، باید که ما چیکار کنیم؟ بعد شنیدن همین آیت سجده تلاوت، یعنی آیت بگیم همون سجده، باید که 2 سجده را انجام دهیم. از این خاطر در ماشین ها وقتی که کاسیت ها را که گوش میکنین، مثلا سوره اقرا آیت سجده است، با شنیدن کاسیت سجده واجب نمیشود. فهمیدین؟ بس شنیدن از کاسیت اگر آیت سجده خوانده شود، این در واجب نمیشود. فقط در حالتی که از آدمی همین بگیم زنده در پیش شد یا در داخل نماز باشد، آیت سجده را خواند، برای آدم خارجی نماز هم واجب میشود. سوال ها را مختصرا جواب میگیم برای که سوال خیلی زیاد است، چی در خانه و چی در پیش ما. السلام علیکم داملای عزیز. مادر من سینش به 45 رسیده است اما نماز نمیخواند. من مادرم را میگویم که نماز خوان، او میگوید که سوره ها را از یاد کردن نمیتوانم. اگر رفته را در نزد دفتر را در جای نماز ماند و از روی دفتر خواند، نمازش درست است یا نه؟ و اگر صاف نخواند، نماز خوانده خودی من که پسری او هستم در نزد خداوند قبول و در نامه اعمالم نوشته می شود یا نه؟ التماس داملای عزیز جواب درستی دهید. یعنی نماز شخصی که مادرش پدرش نماز نمیخواند، فرزند نمازخوان، نمازش البته در نامه اعمالش ثوابش نویسنده می شود و همچون نمازخوان در پیش خداوند محشور می گردد. یعنی این نماز خواندن ما و شما به نماز خواندن پدر و مادر هیچ دخالتی ندارد. از این خاطر وقتی که دفتر اگر بگذارد در پیش از بالای اون نماز خوانده بتواند، اینم جایز است. یعنی جایز است که در پیش دفتر مانده و نماز خواند، از او یکی نماز نمیخواند. این البته ثوابش زیادتر است. السلام علیکم حاجی میرزا. روزی می شود که من از کار دیر می آیم.
تا نماز شام نزدیک شد آبی گرم نیست. تا آب گرم میکنم وقتی نماز میگذرد. با آبی خنک درست است؟ بعضی روز میشود البته درست است. با آبی خنک هم شما طهارت کرده میتوانید، لیکن در حالت آبی خنک استفادهش درست نمیشود که اگر شما مریض شوید. از حساب آبی خنک اگر در وجود شما زلال و نقصان پیدا شود، این صورت در آبی خنک ترک کنین و تیمم کرده نماز بخوانید. اگر شرایط آبی گرم قطعی مثال یگان زلال در وجود شما پیدا نشود، بعد با آبی گرم چیکار میکنین؟ طهارت میکنین، نماز خواندن میگیرین. السلام علیکم داملای شیرین سخن، با همین سوال من جواب گردانید. میگویند که در خانه صورت گرفتن اوبال است، راست است یا دروغ؟ ده ها بار ما تاکید کردیم که صورت گرفتن اگر بی عذر باشد، یعنی نه برای مثال پاسپورت و نه برای شهادتنامه و نه یک مثال قصد سفر و دیگر اینها حالتهای ضرورت هستند. اگر در این حالتها شما صورت بگیریم با که ندارد، لیکن اینش رفیق ما، اینش مثال طلبه ما گفته قطعی اینا صورت میگیره، اینش در نزد خداوند شما گناهگار میشید. زیرا که خودش یک اسراف است، هیچ معنی هم ندارد. نه در خانه صورت بگیرید نه در بیرون خانه صورت بگیرید، نه در خانه هاتون صورت ها را کشال کنید. امروز خانه همی کدام مسلمانی که میدروی حاضر البته صورت هست. تمام من نمودی صورت چی در حمامای ما و شما و چی در پرهای دیوال ما و شما کشال هستند. امروز ایرا اکتفا نکردند با بعض مثال جوانهایی که علاقه صاحب دولت شدند، رفته مثال در شهرهای با از کلاب ما و شما بیرون در قالین ها همون صورت ها را مثال میزنند گرفته میارند. این چی معنی دارد آخه؟ هیچ معنی ندارد. سوال آخران میخونیم، وقت است. السلام علیکم داملای شیرین سخن، خداوند علم شما را از اینم دیده زیادر گرداند. من یک چند سوال دارم، التماس با پرگی جواب گویید. دیوس چیست و کدام نمود آدم ها را دیوس گفتن ممکن است؟ وقتی که آدم از دنیا میگذرد طبق میگردانند، این کار در اسلام است یا نه؟ زیرا اکثر آدمان مرده را در همین وقت میگویند که پول بیار مادرت پدرت یا برادرت را آبرو کنی. یعنی دیوس ما با شما خبر دادیم دیوس کی هست؟ کسی که غیرت در خانه خودش ندارد. یعنی وقتی که سخنش در زنش نمیگذرد، در دخترش نمیگذرد، این دیوس میگن در اسلام. لیکن آدمی که مثال طبق میگردانیم، مثال دوره میکنیم، در اصل مثال اینها نه در آیت نه در احادیث های پیغمبر است که ما و شما دوره میکنیم برای مرده ها. لیکن برای مرده ها فقط در مسئله همین ذکر می شود که هر یک نمازی که از همون انسان در حالتی که یعنی دیگر قدرت خواندنش نداشت از او اگر فوت شده باشد، مقدار 2 کیلو گندم برای هر یک نمازش جدا میکنیم، یک آدم مستحق میتیم، خداوند به سبب همون 2 کیلو گندم دادگی همون نماز از بنده میبخشد. لیکن در حالت اون بنده قضا کرده باشد که دیگر در حالت خودش نیست، یعنی دیگر هوش ندارد، جانش هست لیکن تماما در اختیار خودش نیست، این حالت دا چیکار کرده میتونیم؟ این حالت دا میتونیم که در هر یک نماز، ممکن 5 نماز، ممکن 10 نماز، اگر همون آدم در حالت بیهوشی باشد جمع میکنیم، هر یک نماز شد 2 کیلو گندم در دست یک آدم مستحق میتیم، خلاص. اینه که مثال بخشیدم قبول کردی، بخشیدیم قبول کردی، خیلی میگیم چی معنی نداره. حتی مثال میگیم یک آدمی که در عمرش نماز نخوانده است، میگیم بعضی را قضا کرده است و بعضی را ادا کرده است. در اصل ما دروغ گفتیم و ادا نکرده است. اکنون که ندای پرصدای ارجعی الی ربک راضیه مرضیه به گوش این بیچاره رسیده است، به سبب موت از ادای آن عاجز آمده است.